میگویند که تقدیر هم هست، تقدیر جنبان هم هست. این چی معنا دارد؟ یعنی تقدیر هست و تقدیر جنبان هست. آیا این چی معنا دارد؟ هر دو یک معنا هست. یعنی چندین آیت ها و حدیث هایی که در باب تقدیر آمده است، البته ما به همه اونها ایمان داریم و تقدیر جنبان هم همون الله هست. معین میکردگی تقدیرم الله هست، همون تقدیرم می جنباندگی هم الله هست. یعنی مقصد دو تقدیر نمیشود. خدای مهربان هر چیزی را که اگر در مقدرات ما، در تقدیر ما نویسانده باشد، مثال الله مهربان نویسانده است که مقصد همین فلانی ابن فلانی باید 50 سال عمر بیند، ولی با در همون جا آمده است به سبب آنه که همین انسان همیشه دست به کار خیر که دارد، همیشه پای به عبادت که دارد، به خاطر همون دست به خیرش، به خاطر پای به عبادتش، ما 10 سال دیگر در عمر همین باز زم کردیم. همون تقدیر جنبانی که میگین، همون الله باز مقصد در همون تقدیرش که زم کردنی با 10 سال دیگر اگر آورده باشد، مقصد همین را مردم در نظر داره که یعنی تقدیرم که باشه با تقدیر جنبانم هست. برای همین یعنی بله تقدیر خداوند دیگر میکنه به شرطی که در همون مقدرات ما نویساندگی باشد که من تقدیر همین آدم در دوام عمرش با دیگر میکنم. اگر همین را الله قید کرده باشد میشود. گفته است استاد قرآن رو چیکار ختم میکنیم؟ یعنی قرآن رو چیکار ختم کنیم؟ ختم کردن قرآن کلمه ختم خودش به اتمام رساندن، یعنی از ابتداش وقتی که شما آغاز میکنین از سوره فاتحه، در سوره ناس که آخران سوره از قرآن است که تمامش کردی و خواندی، میشوه ختم قرآن تمام. و این ختم قرآن رو میتونی که در حق جمعی گذشتگان اولادهای خودت، از مثال اگر شوهر ای شوهرت، میتونی که از تمامی هزارها آدم در که بخشیش، انشاءالله مقصد ثوابش به همش میرسد. بابا جان شما گفتید که آدم ها در بهشت 33 سال عمر میبینن، 33 سال عمر میبینن، بعد از 33 سال چی گپ میشود؟ نه، من نگفتم که اونها 33 سال عمر میبینن. یعنی همین همچو اهل جنت یا اهل دوزخ با همون عمر 33 داخل جنت، داخل مثال جنت میشود، دوزخیاش مثال داخل دوزخ میشود. یعنی در حالت 33 سالگی که یک وقتی همون بگیم تنومندی شای، وقتی همون جوان مردی شای، با همون تنومندی و با همون جوانیش باقی میماند دیگه، او پیر نمیشود. از مثال همون شکلی که در 33 سالگی هست، همون شکل دیگه در جنت دائمی میماند. معنای اون سخن ما این است، این است که تا 33 سالگی را عمر نه، با همون شکل و با همون زیبایی که در 33 سالگی است، با همون طریق مثال داخل جنت میشود و با همون طریق باقی میماند دیگه. آیا همه پیغمبرها عرب بودن؟ نه برادر عزیز. یعنی 5 پیغمبر میگن پیغمبرای از مثال عرب بودن. یکی حضرت هود، یکی حضرت صالح، یکی حضرت شعیب، یکی حضرت اسماعیل، یکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. 5 نفر پیغمبرای عرب، یعنی از بنی عرب بودن. خب
ورزشکارها گوشهایشان را میشکنند. آیا این درست است؟ از روی اسلامی درست نیست. بعضی ورزشکارها بوده است که گوشهاشون خچون میشکستند. این شکستن او برای هر یک ورزشکار درست نیست. اگر خودش در حالت همو ورزش، در حالت همو مثال مسابقه ها و در حالت همو مشقاتون اگر شکنه میش، لیکن شما خطون به دست خطون هیچ وقت گوشاتون هر چی باشه نشکنید، البته گناهکار میشید. عاقبت هممون بخیر، ایمانمون با سلامت نگه داره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.